به نام دادار دادستان. هر دانایی که به خاطر فساد درباریان آقا را ملامت کند جایش در گور یا زندان است. مثل او مانند طالوت است که هر که از بابت آزار داوود ملامتش میکرد کشته میشد تا اینکه دیگر دانایی در قوم اسرائیل باقی نماند. روزی از کرده خیش پشیمان گشت و به قبرستان رفت و زار بگریست. ندا آمد که ای طالوت، مثل تو مانند آن پادشاهی است که شبانگاه به دهکده ای فرود آمد و خروس بانگ زد. او بانگ خروس را به فال بد گرفت و فرمان داد هرچه خروس در دهکده بود بکشتند. چون خواست بخسبد گفت وقت بانگ خروس او را بیدار کنند. بدو گفتند مگر تو خروسی به جا گذاشته ای که بانگ آن شنیده شود؟ طالوت که این مثل بشنید حالش زارتر گردید. ناگاه یکی از انبیای بنی اسرائیل که از چنگ او گریخته بود و در قبرستان بیتوته می کرد به او گفت تنها راه توبه تو این است که خودت همراه با پسرانت باید در راه خدا پیکار کنید تا کشته شوید. غیر از این راهی برای پذیرش توبه تو نیست. حال روی سخن ما با طالوت خودمان است. ای طالوت، به خود بیا و توبه کن قبل از آنکه به حسابت رسیدگی شود. تنها راه توبه تو آن است که به اتفاق پسرانت به غزه بروی و برای فرونشاندن آتشی که خود برافروخته ای در راه خدا پیکار کنی تا همگی شربت شیرین شهادت را بچشی. گناهانت آنچنان وزین است که غیر از این راهی برای پذیرش توبه تو نیست.